سه‌شنبه همه دوستان عزیز که شنونده گفتگوهای ما هستیم. من فرمانی هستم از اعضای مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا. قراره که امروز با هم در مورد کودکان در بحران جزو کتابی که نوشته شده و در دست هست صحبت کنیم. ابتدا بگم خدمت شما که مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا یک مؤسسه داوطلب مستقل هست که از سال 72 کارش رو شروع کرده و تو این سالها فعالیت‌های خیلی متنوعی رو به نفع کودکان انجام داده. از جمله کارهایی که در مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا اتفاق افتاده توجه به کودکان با نیازهای ویژه بوده و از بین این مبحث کودکان در بحران یکی از بحثایی بوده که سالهاست در مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا مطرحه. در بین بحثایی که در مورد کودکان با نیازهای ویژه هست وقتیه که کودکان در بحران قرار میگیرند. تو سالهای اخیر مؤسسه بسیار درگیر مسائلی بوده که برای کودکان پیش اومده در زمان بحران‌هایی که اتفاق افتاده در منطقه بحران زده حضور پیدا کرده و در بسیاری از موارد ارتباطش رو با اون کودکان ادامه داده تا بتونه کمکی به وضعیت کودکان در محل‌های بحران زده بکنه. بحثی که امروز پیشمون هست پیشنهادایی که فعالان این حوزه در مورد کودکان در بحران دادن. اولین موضوعی که مورد بحثمونه اینه که اصلا بحران چی هست؟ ما به چی میگیم بحران؟ بحران تعریف‌های متعددی داره، از جمله این که ما به وضعیتی بحران میگیم که پیش بینی شده نباشه و بتونه تعادل و پایداری زندگی انسان‌ها رو به هم بریزه. تعریف دیگه اینه که بحران معمولاً پیش بینی نشده است و غیر قابل کنترله. باز تعریف دیگه که از بحران داریم اینه که بحران وضعیت اضطراری به وجود میاره که خیلی وقتا انسان‌ها رو به مرحله مرگ و زندگی نزدیک میکنه، به بحران مرگ و زندگی وضعیتی که به وجود میاد. تعریف باز دیگه‌ای که داریم اینه که تو بحران حق انتخاب خیلی محدود میشه و کنترل روی اوضاع احوال زندگی افراد به حداقل میرسه و ضرورت پیدا میکنه که تصمیم‌های خیلی فوری و حیاتی گرفته بشه در اون موقعیت. باز از چیزهایی که ویژگی‌هایی که برای بحران میشه شمرد اینه که بحران معمولاً انسان‌ها رو غافلگیر میکنه و زمانی اتفاق میفته که اصلاً انتظارش رو نداریم. به همین دلیله که آدم‌ها دچار سردرگمی میشن، دچار دستپاچگی میشن، شتاب زدگی دارن، استرس برشون به وجود میاد، کنترلشون را از دست میدن و خیلی به هم میریزن. باز موضوع دیگه که میتونیم در مورد بحران بگیم اینه که بحران بسیاری از افراد رو احساساتشون و رفتارهای ناخوشایندی رو در اونها به وجود میاره، مثلا اینکه احساس بی‌کفایتی میکنن، احساس یأس و ناامیدی میکنن، حتی احساس گناه میکنن، احساس تقصیر میکنن، دنبال مقصر میگردن، احساس افسردگی برشون داره و خیلی وقتا احساس فرار از مسئولیت در آدم‌ها شکل میگیره و رفتارهای رو به دنبال خودش میاره که پیش بینی نشده است. این تعریف کلی بود که ما ببینیم که اصلا بحران چی هست، ما به چی بحران میگیم. پس به هر اتفاقی بحران اطلاق نمیشه مگر اینکه این ویژگی‌هایی که گفتیم رو داشته باشه. ولی بحران خودش انواع مختلفی داره. بعضی از بحران‌ها مربوط به زندگی بشر هست، بعضیش مربوط به شرایط اجتماعی طبیعی، هر کدوم از اینا متفاوت با هم بحث میکنیم. ولی به هر صورت ما میدونیم که همیشه زندگی بشر دستخوش بحران بوده، اما اونجایی که جریان زندگی روزمره‌اش رو به هم میریزه ما بهش میگیم بحران. بحران رو به 2 دسته اساسی میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته بحران هایی هستن که در اثر حوادث طبیعی به وجود میاد،
یه دسته بحران‌هایی هست که غیر طبیعی و انسان مسئولیت داره توش و باعث و بانی شده. بحران‌های طبیعی رو کم و بیش همه میشناسیم. ما میدونیم که طبیعت کار خودش رو میکنه. در طبیعت اتفاقای زیادی میفته که اگر به نفعمون باشه، خوشمون بیاد، بهش میگیم رحمته، و اگر زندگیمون رو به هم بریزه بهش میگیم بلاست و لازمه که براش تدارکات از قبل پیش بینی شده ای رو داشته باشیم. در مجموع حدود 40 پدیده طبیعی در دنیا وجود داره که جزء بحران‌های طبیعی محسوب میشه. نه جریان زندگی رو تو اون منطقه میتونه دگرگون بکنه. تو کشور ما 31 مورد شناسایی شده و به ثبت رسیده و میگن که 90% ما انسان‌هایی که در ایران زندگی میکنیم در معرض این 31 حادثه در واقع شرفش ممکنه باشیم. یه چیزایی مثل زلزله، سیل، خشکسالی، برف و بهمن‌های خیلی سنگین، یخبندون‌ها و سرماهای خیلی شدید، یا آتش‌سوزی جنگلات، طوفان‌ها و بادهای خیلی سهمگین، جریان‌های سهمگین دریا و رودخانه‌ها، همینطور رانش زمین و هجوم حشرات از جمله شایع‌ترین بحران‌های طبیعی بوده که در سالهای اخیر در ایران به ثبت رسیده و کشور ما رو تهدید کرده. اما بحران‌های مثل سونامی و مثل تغییرات جوی رو ما کمتر تو کشورمون شاهدش بودیم. مسئله مهم اینه که این نداشتن پیش‌بینی‌های لازم برای اینکه چیکار بکنیم وقتی که تدارک کافی نداریم برای اینکه بتونیم جلوی اون بحران مقاومت کنیم، یا اینکه تدابیر علمی و عملی توی کشورمون کم هست. و همینطور ما مشکل دیگه‌ای که پیدا می‌کنیم رفتارهای نابجا و غلطیه که توسط افراد اتفاق میفته در مقابل پدیده‌های طبیعی. برای همین اون فاجعه تبدیل به بلا میشه و مردم رو دچار بحران میکنه، در صورتی که همین اتفاقات توی کشور دیگه میفته و کمترین آسیب رو ممکنه بذاره و یا اینکه اصلا حتی آسیبی نرسونه به خاطر اون تدارک کافیش، پیشبینی‌هایی که میکنن و تدابیر علمی که دارن، همطور آموزش‌هایی که به افراد میدن که در این موقعیت باید چی کار کنن. ما توی بحرانامون عامل دیگه‌ای داریم که انسان نقش داره. پس اون عاملی بود که طبیعت رفتارش رو میکنه، ما در مقابلش بلد نیستیم چی کار کنیم یا آموزش‌های لازم رو ندیدیم. ولی دسته دیگه از بحران‌ها هستن که انسان به وجود میارتشون و نقش جدی براش داره و این بحران میتونه شرایط زندگی مردم یک دفعه و ناگهانی به هم بریزه و باعث بشه که آسیب وارد بشه و یه موقعی هم لطمه‌های خیلی جدی رو بزنه، مثل جنگ، مثل درگیری‌ها، مثل آلودگی هوا، مثل آلودگی آبها، یا مثل نسل کشی انسان‌ها یا نسل کشی حیوانات و حتی نسل کشی گیاهان میتونه بحرانی باشه که انسان به وجود میاره. بحرانی که انسان به وجود میاره رو به چند دسته تقسیم میکنیم، میتونیم چند دسته کلی بگیریم. یه مجموعه بحران‌های اجتماعی. بحران‌های اجتماعی اونجاییه که مسئله بحران تو تاریخ بشر اتفاق افتاده و زندگی انسان‌ها رو مختل کرده، مثل جنگ، مثل اغتشاشات، مثل سرکوب‌ها، تروریسم، بمبگذاری، حکومت نظامی، تحریم‌های خیلی شدید از جمله بحران‌های هستن مشابه اینا که عوامل اجتماعیه که به وجود آورده. بعضی وقتا هم بحران‌ها منطقه‌ای هستند، مثلا بحرانایی که ناشی از اختلافات خانوادگی یا قومی به وجود میاد، یا اختلافات مذهبی، اختلافات جنسیتی، نژاد پرستی، فقر، پناهندگی، مهاجرت، قحطی، امثال اینا. وقتی که دلیل
دلیلشون رفتار انسانی هست، ما تو دسته دوم بحران‌های اجتماعی میذاریمش. مسئله دیگه که تو بحران‌هایی که انسان سببش میشه بحران‌های خانوادگیه. بحران‌های خانوادگی بعضی وقتا در حد یه خانواده کوچیک رو تحت تاثیر خودش قرار میده یا یه مجموعی از خانواده‌ها رو ممکنه درگیر بکنه. تو این بحران‌ها ممکنه که کل خانواده برای یه مدتی طولانی‌تر یا برای یه مدت کوتاه‌تری از هم پاشیده بشه یا آسیبش در طول زمان زندگی همه یا تعدادی از افراد اون خانواده رو مختل کنه و به هم بریزه. مثل طلاق، مثل خودکشی، مثل درگیری‌ها و نزاع‌های خانوادگی، بیماری‌های افراد خانواده، مرگشون، جرم و جنایتی که ممکنه اتفاق افتاده باشه توی خانواده، بیماری‌ها، ورشکستگی، همینطور اختلاف نظرهای خیلی شدید یا خیانت، دوری، دستگیر شدن بعضی از افراد، فقر و امثال اینا میتونه زندگی یه خانواده یا تعدادی از خانواده ها رو کاملا مختل بکنه، اونا رو از هم بپاشونه. دسته دیگه بیماری‌های همه‌گیرن. بیماری‌های همه‌گیر در دوران مختلف بشر پدیدار شده و ما شاهد این گونه بیماری‌های همه‌گیر در طی زندگی بشر بودیم. گاهی وقتا یک گروه وسیع از مردم رو در بر میگیره یا در سطح خیلی گسترده تر ممکن در حد دنیا رو مختل بکنه زندگی رو. عواملی که به وجود میاره این بیماری ها رو گاهی وقتا خود انسان هست، گاهی وقتا هم حیوانات بودن. بیماری های همه‌گیر باعث میشه که ترس و نگرانی و وحشت همگانی به وجود بیاد و دولت‌ها و دانشمندا و گاهی وقتا همه اقشار جامعه رو لازمه که به کمک بطلبه. قرنطینه کردن معمولاً یکی از اون راه هاست که قرنطینه کردن گروه بیمار یا گروه وسیع از جامعه. ما توی کرونا شاهد این ماجرا بودیم که این تقریباً تمام دنیا رو درگیر کرد و در هر کشوری تقریباً در سطح کل جامعه قرنطینه به وجود اومد تا بتونه کنترل کنن دانشمندا و متخصصین مختلف برای کنترل کردن بیماری و عدم آسیب خیلی جدی‌تر. بحران دیگه هم هستن که کمتر مربوط به کار ما با کودکان میشه و کمتر کودکان رو ممکنه درگیر کرده باشه اگرچه بی تأثیر نیست. مثلا بحران‌های اقتصادی، بحران‌های سازمانی، بحران‌های صنعتی، اینا هم بحران‌هایی هستن که به هر صورت توسط انسان به وجود میاد و زندگی بعضی از انسان‌ها رو مختل میکنه. بحث بعدی که ما هم داریم اینه که وضعیت کودکان در بحران چگونه هست. ما میخوایم ببینیم که ما فهمیدیم که چه نوع بحران‌هایی رو ما میشناسیم و بعد حالا بچه‌ها در اون وضعیت در چه وضع قرار میگیرن. معمولاً بحرانایی رو که گفتیم به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی بچه‌ها رو به هر صورت تحت تاثیر قرار میده و در شرایط بحران بزرگتران معمولاً انقدر درگیر ماجرا میشن و درگیر وضعیت میشن که خیلی وقتا دنبال چاره‌های خلاصی هستن از اون موضوع و دنبال شیوه‌هایی میگردن که چیکار کنن با اون بحران. بعضی وقتا دچار افسردگی میشن، یأس میشن، بی‌انگیزگی میشن. خلاصه همه اینا باعث میشه که بچه‌ها رو از یاد ببرن و معمولا فراموش میکنن بچه چه شرایطی داره. حتی زمانی که دارن برای بچه تلاش میکنن کمتر متوجه آسیبایی هستن که اون بحران داره به کودک میرسونه، فقط دنبال خلاصی از ماجرا هستن. بعضی وقتا بچه‌ها ظاهراً مشغول بازی هستن، مشغول زندگی روزمرهشون هستن یا یه چیزی اونا رو سرگرم کرده، کمتر حرف میزنن، کمتر بازخورد نشون میدن. بعد اینجور شرایط باعث میشه که ما بیشتر فراموش کنیم کودکان رو و
کمتر متوجه آسیبی که بحران به کودکان زده باشیم و بدون شک بعد از بحران و حتی گاهی وقتا در بزرگسالی اون ممکنه تازه آسیب اون بحران دوره کودکی که به موقع بهش رسیدگی نشده شرایط خودش رو نشون بده و آسیب خودش رو حتی در بزرگسالی ممکنه نشون بده. ما بیماری‌های روانپریشی، افسردگی، پرخاشگری، خواب‌های آشفته، وسواس یا رفتارهای ضد اجتماعی، همینطور اختلالاتی که توی یادگیری ممکنه برای بچه به وجود بیاد رو از شایع‌ترین آسیبایی هست که در مورد کودکانی که در بحران قرار گرفتن مشاهده کردیم. نمونه اختلالات شدید مثل لکنت یا لالی انتخابی یا اختلالات حسی و ادراکیشون گاهی وقتا در طول زمان ممکنه باقی بمونه با وجود اینکه اون بحران حل شده رفته، ولی همچنان اثرش رو در کودک باقی گذاشته. هستن بچه‌ای هم که تو همون لحظه عکس العمل نشون میدن، مثلا میترسن، پرخاشگری میکنن، گریه‌های شدید میکنن، گریه‌های ممتد میکنن، رفتارهای عصبی از خودشون نشون میدن، احساس ناامنی میکنن، احساس اضطراب جدایی براشون به وجود میاد و ترس دارن از جدا شدن از خانواده. اینا رفتارهایی که بچه‌ها معمولاً تو زمان بحران از خودشون بروز میدن. بعد به این وسیله میتونن هم احساسشون رو بروز بدن و هم دیگران رو متوجه بکنن که من دارم آسیب میبینم، متوجه من باشید. به هر صورت چون بچه‌ها قادر نیستن که احساسات خودشون رو بیان کنن و آسیبی که بهشون رسیده و در میون بذارن با ما، باید به مراقبت ویژه از اونا بشه. حتما نیاز دارن که به موقع بهشون برسیم و این مسئولیت عمدتاً به عهده خانواده است و همینطور نزدیکان بچه و در امتداد اون این مسئولیت به عهده جامعه و دولت‌ها هست و مراکز غیر دولتی که بتونن به کودک رسیدگی کنن و مراقبش باشن. ما تو بعضی از کشورها می‌بینیم که برای بیشتر بحران‌ها برنامه‌ریزی وسیع کردن. همه پیشگیری‌هایی که لازمه برای وقوع اون بحران پیش بینی کردن، فعالیت‌های اولیه‌اش رو به ضرورت انجام دادن و برای تمام شرایط بحران اقدام کردن که معمولاً این وظیفه به عهده دولت‌ها بوده و هست. و در کنار اون سازمان‌های مردم نهاد فعالیت میکنن، حضور پیدا میکنن، سازمان‌های منطقه‌ای، ملی و خیلی وقتا سازمان‌های جهانی به کمک میان برای کم کردن آسیب اون بحرانی که به وجود اومده. برنامه‌ریزی این سازمان‌ها و شیوه کمک رسانیشون در زمانی که هنوز بحران اتفاق نیفتاده معمولاً هست و اونه که درسته که قبل از اینکه اتفاق بیفته کار بکنن، فعالیت کنن و بعد در هنگامش بحران. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. به ادامه بحث در برنامه بعدی خواهیم پرداخت. خدا نگهدار همگی و امید که زندگی کم بحرانی رو در پیش داشته باشید.